جدایی مهمترین فرمانده ازبک‌تبار طالبان همزمان با کارزار افغانستان متحد. صلاح الدین ایوبی با طالبان قطع رابطه کرد. ادامه اعتراض در سراسر جهان به کشتار هزاره‌ها. معترضان در لندن شعار شرم بر طالبان را سر دادند. خواست تکراری طالبان بر رابطه خوب با جهان. عبدالسلام حنفی میگوید که منطقه و جهان باید امنیت فعلی در افغانستان را غنیمت بشمارند. و وزارت خارجه روسیه بار دیگر نگرانیش را در مورد خطر جدی تروریسم در افغانستان بیان کرد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. منابع نزدیک به صلاح الدین ایوبی مهمترین فرمانده ازبک‌تبار طالبان به آماج نیوز گفتند که او در اعتراض به آنچه که انحصار قدرت و حذف اقوام در افغانستان از سوی طالبان خوانده با حکومت طالبان قطع رابطه کرده است. این منابع افزودند که آقای ایوبی کابل را ترک کرده و به پایگاه خود در ولایت فاریاب در شمال افغانستان رفته است و گفته تا زمانی که طالبان اصلاحات عمده را در ایجاد حکومت فراگیر، حق کامل دسترسی زنان به آموزش و توقف غصب اجباری زمین‌های مردم انجام ندهد، دیگر با حکومت طالبان کار نمی‌کند. آقای ایوبی در ماه مارچ امسال از سمت ارشد نظامی برکنار شد و به عنوان معاون وزارت انکشاف دهات حکومت طالبان تعیین، ولی او این سمت را نپذیرفت. صلاح الدین ایوبی رهبری شمار زیاد از اعضای ازبک‌تبار طالبان در شمال افغانستان را در 2 دهه گذشته به عهده داشته و از اولین فرماندهان طالبان بود که در 15 اگست سال گذشته وارد کابل شد و کاخ ریاست جمهوری را به تصرف درآورد. قطع رابطه او با طالبان میتواند نارضایتی طالبان ازبک‌تبار را به دنبال داشته باشد. بازداشت مخدوم عالم، یک فرمانده دیگر ازبک‌تبار طالبان، از سوی حکومت طالبان در ماه فوریه امسال اعتراضات گسترده را در میمنه مرکز ولایت فاریاب به دنبال داشت و پس از چند ماه نارضایتی و اعتراض حکومت طالبان آقای عالم را آزاد کرد. طالبان تا اکنون در این مورد واکنشی نداشته است، اما سخنگویان حکومت طالبان در گذشته اتهامات در مورد انحصار قدرت و حذف اقوام را از ساختار قدرت سیاسی در افغانستان رد کرده و گفتند که نمایندگان از همه اقوام افغانستان در حکومت طالبان حضور دارند. اخیراً گزارش‌هایی از ولایت تخار منتشر شد که طالبان حدود 300 خانواده را در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار مجبور کردند خانه و زمین خود را ترک کنند و جایدادهای آنها را به کوچه‌های بازگشته از پاکستان سپردند. هرچند ولسوال محلی طالبان گفته که این خانواده‌ها بر اساس توافق و اجتناب از خشونت خانه‌ها را ترک کردند، ولی تصمیم نهایی را حکومت مرکزی خواهد گرفت. منبع نزدیک به آقای ایوبی گفت که او ماهاست در مورد نارضایتی‌هایش با رهبری طالبان گفتگو کرده، اما این گفتگوها به نتیجه نرسیده و حالا او تصمیم گرفته دیگر با طالبان کار نکند. نیروهای ازبک‌تبار بدنه عمده طالبان در ولایت‌های شمالی افغانستان را تشکیل می‌دهد و گفته می‌شود که آقای ایوبی سال گذشته نقش عمده در سقوط شمار از ولایت‌های شمالی افغانستان به دست طالبان داشته است. در ادامه اعتراضهای جهانی به کشتار هدفمند هزاره‌ها، روز چهارشنبه صدها تن از شهروندان افغانستان در لندن تظاهرات کردند. معترضان با حمل پلاکاردهایی در مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا تجمع کرده و خواهان توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان شدند. پس از حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل، شهروندان افغانستان در داخل و خارج از افغانستان دست به تظاهرات زدند. در روزهای گذشته هزاران تن از شهروندان افغانستان در نزدیک به 100 شهر جهان تظاهرات کردند و خواستار توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان شدند. بر اساس آمار نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، دست کم 53 دانش آموز در حمله انتحاری در آموزشگاه کاج جان باخته و بیش از 100 تن دیگر در این حمله خونین زخمی شدند. این حمله با محکومیت گسترده ملی و بین‌المللی مواجه شده است. با گذشت بیش از یک هفته تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. معترضان در روزهای اخیر گفتند که هزاره‌ها در سالهای اخیر به ویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان به صورت سیستماتیک مورد حملات انفجاری قرار گرفتند. معترضان از کشورها و سازمان‌های حقوق بشری خواستند که حملات هدفمند بر هزاره‌ها را بررسی و نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان را بر رسمیت بشناسند. معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید اگر افغانستان ناامن باشد، منطقه و جهان از آن متاثر می شود. عبدالسلام حنفی روز چهارشنبه در نشست افغانستان و اتصال منطقه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها در کابل گفت که منطقه و جهان از امنیت کنونی افغانستان حمایت کنند و آن را غنیمت بشمارند. این مقام ارشد طالبان همچنین گفته این گروه خواهان روابط نیک با جهان است و از کشورهای دیگر نیز انتظار دارد که روابط خوب خود را حفظ کنند. معاون رئیس الوزرای طالبان در حال از امنیت در افغانستان سخن می‌زند
که در حمله انتحاری 2 هفته پیش در غرب کابل دست کم 56 دانش آموز جان باختند. همچنین پس از کشته شدن رهبر القاعده در کابل، نگرانی جهان از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان بیشتر شده است. سازمان ملل اعلام کرد که طالبان روابط خود را با القاعده قطع نکرده و گروه‌های تروریستی آزادانه در افغانستان فعالیت می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت که مشکل تروریسم در افغانستان هنوز حل نشده و خطر آن همچنان جدی است. ماریا زاخارووا با انتقاد تند از سیاست‌های آمریکا تصریح کرد که افغانستان در یک بحران اقتصادی و انسانی قرار دارد، چون در 20 سال گذشته ویران شد. خانم زاخارووا حضور 2 دهه آمریکا در افغانستان را بی‌نتیجه خواند و افزود تلاش واشنگتن برای تحمیل اجباری دموکراسی در افغانستان هم با شکست مواجه شد. این دیپلمات روس سیاست کنونی آمریکا در مسائل اوکراین را نیز به انتقاد گرفت و خاطر نشان ساخت که واشنگتن نباید با کیف همانند افغانستان برخورد کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر خواهان آزادسازی دارایی‌های افغانستان شد و گفت که مسئولیت کامل وضعیت کنونی افغانستان بر عهده واشنگتن است. ماریا زاخارووا که کشورش روابط نزدیک با طالبان دارد، افزود که آمریکا از تعهدات خود برای بازسازی افغانستان پس از جنگ به فره می رود.